انتخابات به درجه عالی رفته شده است. چی فرق داشت از انتخابات سالهای پیش؟ نسبت مردم فعالترن، برای که از سر که میبینید که آدما بسیار هستن، با یک روی بالایت گشته شدن. شما آواز دادید؟ من آواز دادم. چقدر بود؟ آواز نه با صفت اعلی سپردیم آواز دادیم. پیشکی میدانستید با کی باید آواز دید؟ خیلی پیشکی خیلی که وای دادگی بودن همونو که دیدیم، نه البته 100% نمیدونم، در اینجا همون کی معقول همون آدم با آواز دید. هر وقت سری بر وقت بود. میدانستید با کی باید آواز دهید؟ نه البته. بعد چیکار کردید مثلا؟ رفتیم اینجا پرسیدیم، در اومدیم خطی شوهرمون آواز دادیم برام. همونجا گفتند که با کی آواز دهید؟ میدونید که با کی باید آواز دهید؟ دوست نه. برای کی؟ نمیشناسم. اگه چیکار میروید آواز میدید؟ میرم بپرسم اگه میشناسم بعدا. تا حاضر نمیدونم که در تاجیکستان چی گپه با دنبال انتخابات. با چطور انتخابات کاندیداتا کیان چیان ما نمیدونیم. من بار اول از اشتراک میکنم و ما رو خیلی خوب پیشواز گرفتن و من از این خیلی خوشحالم. چگونه مثلا شما چه تصور میکردید و آمده چگونه است؟ مقصد من یگان بار اومدن، یگان بار اشتراک کردگی نبودم و من نمیدونستم چگونه تصور کنم، ولی من از این خیلی خوشحالم. پیشکی میدونستید با کی باید آواز دهید؟ نه، من در اینجا در اومدم و آواز خود رو دادم. همه آدمی که کاغذ را دیدم خوندم گرفتم نام شد گذاشتم. از سوال پیشتر همین که خیلی یک روحیه یادگر فهمی و وحدت و صلح و صلاح بیشتر مثل کشمکش ها بود. حالی من تین آرام در یک روحیه یادگر فهمی و توسعه وحدت گذشته شده است. آواز دادید برای صلح و وحدت، برای پیشروی جامعه وحدت دادیم. میدونستید مثلا پیشکی که با کی باید آواز دهید شما؟ پیشکی خیلی من همین ناحیه‌ایش فهمیدم واخوری کردن و دیگراش خیلی راست واخوری نکردیم.